سلام، خوش اومدید به یک برنامه دیگه از کانال یوتیوبی ها. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. خیلی هاتون وقتی ویدیوهای کوتاهتون بازدید نمیگیره، با 0 بازدید یا چند صد بازدید دریافت میکنه. فکر میکنید مشکل از ویدیوی کوتاه است، اما در واقع اینطور نیست، چون ویدیوهای کوتاه را به روش اشتباه آپلود میکنید. یوتیوب ویدیوهای کوتاه شما را به فید ویدیوهای کوتاه ارسال نمی‌کنه. بنابراین در این ویدیو به موضوعات مهمی مانند روش صحیح آپلود ویدیوهای کوتاه، محل آپلود ویدیوها، باید با موبایل یا کامپیوتر آپلود کنم، آیا هشتگ استفاده کنم، آیا باید توضیحات بنویسم، آیا باید بخش تگ را خالی کنم، آیا زمان به خصوصی برای آپلود ویدیوهای کوتاه است. پس شروع کنیم. می توانید ویدیوهای کوتاه را از برنامه یوتیوب، مرورگر کروم و یوتیوب استودیو آپلود کنید. اما وقتی از مرورگر کروم در حالت دسکتاپ آپلود می کنید، نمی توانید تصویر بندانگشتی سفارشی انتخاب کنید و آهنگ‌های پرطرفدار را اضافه کنید. بنابراین من از هیچ مرورگر یا دسکتاپی آپلود نخواهم کرد. من از برنامه موبایل یوتیوب و یوتیوب استودیو برای آپلود ویدیوهای کوتاه استفاده خواهم کرد. کاری که شما اینجا انجام می دهید این است که فقط دکمه به علاوه را فشار می دهید و ویدیوهای کوتاه خود را آپلود می کنید. اما این اشتباه بزرگی است که مرتکب می شوید. لطفاً این کار را نکنید. قبل از آپلود هر گونه ویدیوی کوتاه به فروشگاه پلی بروید و برنامه یوتیوب و یوتیوب استودیو را بررسی کنید. اگر بروز رسانی در دسترس بود، قبل از آپلود باید آن را بروز رسانی کنید و این بسیار مهم است. قبل از آپلود ویدیوهای کوتاه خود هر بار آن را بررسی کنید. حالا به برنامه یوتیوب بروید و به علاوه را فشار دهید و روی افزودن کلیک کنید. در اینجا ویدیویی را که می‌خواهید آپلود کنید انتخاب کنید. اکنون مدتی طول می‌کشد تا پردازش شود. سپس روی انجام شد کلیک کنید. در سمت راست چند گزینه خواهید دید، اما در حال حاضر من از آن استفاده نمی‌کنم. اکنون می‌خواهم به ویدیوهای کوتاه صدا اضافه کنم. در اینجا یک آهنگ پرطرفدار اضافه می‌کنم، زیرا یوتیوب ویدیوهای کوتاهی را که آهنگ پرطرفدار دارند تبلیغ می کند. حالا روی دکمه تنظیم کلیک می کنم. در اینجا به طور پیش‌فرض صدای شما غیر فعال خواهد بود، اما می توانید صدای خود را به دلخواه تنظیم کنید. حالا روی علامت سمت راست کلیک کنید. حالا تصویر کوچک سفارشی خود را اضافه می کنم. در گوشه بالای سمت چپ می توانید یک دکمه مداد ببینید. روی آن کلیک کنید. آیا متوجه شده اید که اکثر یوتیوبرها از جذابترین لحظه ویدیوهای کوتاه خود به عنوان تصویر کوچک استفاده می کنند و کلیک ها را افزایش می دهد؟ اما اگر ویدیوی شما لحظه برجسته‌ای نداشته باشد، کسی توجه نمی کند، این تصویر برجسته برای ویدیوی کوتاه شما خیلی مهم است. وقتی ویدیوی کوتاه را آپلود می کنید، کافی است آن قاب را به عنوان تصویر کوچک خود انتخاب کنید. این یک ترفند ساده است که می تواند تفاوت زیادی در جلب توجه بینندگان ایجاد کند. وقتی صحبت از نوشتن عنوان برای ویدیوهای کوتاه یوتیوب می شود، کوتاه و جذاب نگه داشتن آنها نکته کلیدی و مهم است. در اینجا یک استراتژی ساده برای کمک به افزایش نرخ کلیک شما وجود دارد. همیشه عنوان خود را با 2 کلمه کلیدی قوی و مرتبط شروع کنید. به عنوان مثال، اگر ویدیوی شما در مورد یک ویژگی جدید آیفون 16 است، یک عنوان عالی این است که بنویسید ویژگی پنهان آیفون 16 و این مهم خواهد بود. چرا؟ زیرا وقتی بینندگان در یوتیوب اسکرول می کنند، اغلب فقط به 2 کلمه اول عنوان یک ویدیوی کوتاه توجه می کنند. اگر این کلمات مرتبط و چشم نواز باشند، احتمال کلیک بینندگان بسیار بیشتر است. نکات حرفه‌ای وجود دارد. 2 کلمه کلیدی اول را با حروف بزرگ بنویسید تا سریعتر توجه را جلب کنید.
استفاده از ایموجی در انتهای عنوان میتواند به ویدیوی شما کمک کند تا از نظر بصری برجسته شود. فقط مطمئن شوید که به محتوای شما مرتبط باشد. حالا وقت آن است که به عنوان خود هشتگ اضافه کنید. فقط از هشتگ های کوتاه در عنوان خود استفاده کنید. این کار هم برای ویدیوهای کوتاه‌تر و هم برای ویدیوهای بلند توصیه می شود. و از هیچ هشتگ دیگری استفاده نکنید. گاهی اوقات اگر از هشتگ های بیشتری استفاده کنید، یوتیوب آنها را به عنوان اسپم تشخیص می دهد. حالا وقتی نوشتن عنوان خود را تمام کردید، آن را منتشر نکنید. یعنی از حالت عمومی یا پابلیک در بیاورید و در حالت منتشر نشده یا گزینه انلیستد یا نامرئی قرار دهید. و سپس روی دکمه آپلود ویدیوهای کوتاه کلیک کنید. ممکن است فکر کنید هیچ کس توضیحات یک ویدیوی کوتاه را نمی‌خواند. بنابراین می‌توانم آن را خالی بگذارم. اما این یک اشتباه است. حتی اگر بینندگان به ندرت آن را بخوانند، الگوریتم یوتیوب آن را می‌خواند و یک توضیح خوب نوشته شده نقش بزرگی در سئو و بهینه‌سازی موتور جستجو ایفا می‌کند. ممکن است متوجه شده باشید که وقتی در یوتیوب به دنبال هر موضوعی می‌گردید، ویدیوهای کوتاه اول ظاهر می‌شوند. زیرا سوی آن بی‌نقص است و این نوع ویدیوها بازدیدهای طولانی مدت دارند. وقتی آپلود شما تمام شد، به برنامه یوتیوب استودیو بروید. ابتدا روی آن کلیک کنید. در بالا روی دکمه مداد کلیک کنید. بعد روی افزودن توضیحات کلیک کنید. توضیحات خود را با یک جمله مختصر که خلاصه محتوای ویدیوی کوتاه شما باشد شروع کنید. به عنوان مثال، قابلیت مخفی آیفون 16 را که تجربه کاربری شما را بهبود می‌بخشد. پس از آن باید 5 تا 6 کلمه مرتبط با ویدیو در توضیحات خود اضافه کنید. به ویدک بروید و موضوع ویدیوی خود را جستجو کنید. این به شما کلمات کلیدی مرتبط را می‌دهد. راه دیگر برای پیدا کردن کلمات کلیدی جستجوی موضوع ویدیوی شما در یوتیوب است. یوتیوب کلمات کلیدی مرتبطتری را به شما نشان می‌دهد. فقط آنها را کپی کنید. بعد از هر کلمه کلیدی از ویرگول استفاده کنید و بعد از آن به یاد داشته باشید که فقط از 4 تا 5 هشتگ استفاده کنید. دوتای اول شما باید هشتگ شورتس و هشتگ ویرال شورتس باشند. پس از آن از 2 یا 3 تا کلمه متناسب با موضوع ویدیوی خود استفاده کنید. پس از آن در پایین روی گزینه‌های بیشتر کلیک کنید. روی افزودن برچسب‌ها کلیک کنید. از آنجا که برچسب‌ها برای ویدیوهای کوتاه نقش حداقلی دارند. بنابراین در اینجا 2 برچسب توصیه شده شورتس و وایرل شورتس هستند. پس از آن می توانید چند برچسب در مورد موضوع ویدیوی خود اضافه کنید و فراموش نکنید که نام کانال خود را در بخش برچسب تگ اضافه کنید. در بخش دسته‌بندی کاتگوری آن را بر اساس ویدیوی خود انتخاب کنید. گزینه‌ای برای نمایش تعداد لایک‌های بینندگان در آن ویدیو وجود دارد. می‌دانید بسیاری از افراد وقتی لایک‌های کمتری می‌بینند، ویدیوهای کوتاه خود را با ویدیوهای کوتاه عوض می‌کنند. بنابراین علامت کادر را بردارید تا تعداد لایک‌های شما از بینندگان پنهان شود. در بخش ریمیکس ویدیوهای کوتاه شورتس ریمیکسینگ، گزینه الای ویدیو بند ویدیو ریمیکسینگ را انتخاب کنید. زیرا اگر ویدیو یا صدای شما وایرال شود، به شما سود میرساند. حالا مرحله آخر ما به بخش قابلیت مشاهده بروید و عمومی را انتخاب کنید و سپس روی ذخیره کلیک کنید. سوال آخر، بهترین زمان برای آپلود فیلم‌های کوتاه. برخی مطالعات نشان می‌دهند که آپلود فیلم‌های کوتاه در ساعات نامتعارف مانند ساعت 1 بامداد می‌تواند بازدید بیشتری داشته باشد، احتمالاً به دلیل کاهش رقابت و دسترسی مخاطبان جهانی. عصر جمعه تا بعد از ظهر یکشنبه معمولاً زمان ایدئالی است. احتمال اینکه افراد در آن زمان برای سرگرمی به صفحه اصلی بروند بیشتر است. اگر سوالی دارید
در قسمت نظرات برای ما کامنت کنید و بنویسید. ضمناً اگر ویدیوهای کوتاه شما بازدیدی ندارند، این ویدیو را تماشا کنید. این ویدیو به خیلی ها کمک می کند. ممنون از شما. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.